از 500 انشاءات جشنی به استقبال سنه فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی شونده در شهر استاراوشان 210 انشاءات از نوسازی کلی و ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. ذکری به مورد است که از این مقدار نمره چهاربینی ها اکثرش بنیاد و نوسازی پرره راههای نقلیاتگر به شمار می‌رود. امروز با صرف مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، جلب سرمایه خارجی، دستگیری صاحبکاران وطنی و خیراندیشی ساکنان شهر و دیهات، نوسازی کلی راههای نقلیاتگر در راههای در موازنه مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر قرار داشته، اکثر کمیته‌های محله و جماعت‌های دیهات ادامه عبرت بخش دارد. در اختیار راهسازان مؤسسه راهسازی شهر 232 کیلومتر راههای نقلیاتگر موجود است که نزدیک 190 کیلومترش را راههای اهمیت محلی داشته تشکیل می‌دهند. تا امروز کارگران تعمیر جاری راههای نقلیاتگر را در 9 سمت راه اندازی نموده 155355 سومانی کارها را به ثبوت رسانیدند. از جمله به مبلغ 56500 سومانی راه نقلیاتگرد استاراوشان آسایشگاه اوراتیپا تعمیر اساسی گذرانده نزدیک 300 متر اسفالت پوش کرده شد. جهت پیشرفت فعالیت راهسازان، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به مبلغ 47170 سومانی به قدر 10 تن 600 کیلوگرم بیتوم مایع دسترس نمود. از دستگیری‌های پیوسته رهبری عالی مملکت راه الهام تازه گرفته راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر استاراوشان موظف گردیدند که راههای در اختیار داشته خویش را منتظم در حالت خوبی تکنیکی نگاه می‌دارند. در اساس تامین و دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و استقبال سزاوار جشن مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اهل جامعه مهنتی مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر استاراوشان فعالیت آبادانی و سازندگی را جریان تازه بخشیده است. در جنبست نیم ساله اول سال روان نقشه تعمیر و نگاهبین راهها با مقداری 107.9% اجرا شده است. بنیاد و دایر نمودن تعمیر اساسی راههای نقلیاتگر امروز در کمیته محلی به نام علیشیر نوایی شهر استاراوشان حکم عنعنه را گرفته است. با جلب مبلغ صاحبکاران سربلند، خیراندیشی ساکنان خیرخواه و اشخاصی برای ادای مناسک حج مبلغ جمع نموده، اکثر راههای کوچه‌های نه گذر کاملا منفش گردانده می شود. با سهم صاحبکار سعید احمدوف 500 متر راه نقلیاتگرد کوچه به نام قهرمان جمهوری تاجیکستان میرزا ترسونزاده تخت هموار و تعمیر اساسی گذرانده جویبار آهن و بتونی وصل و نصب و قیرپوش کرده شد. این عمل را صاحبکار دیگری ورزیده ساکن گذر حیات نو شوکت ایوبوف ادامه عبرت بخش داده پیش از تعمیر اساسی نامه‌های آبگذر و درشتی‌های راه نقلیاتگرد را تخت و هموار نموده با خرج 300,000 سومانی و صفت بلند جوابگوی معیارهای امروزی راهسازی راه را منفش ساخت. امروز در کمیته معلقانه به نام علیشیر نوایی شهر استاراوشان کوچه استقلالیت تاجیکستان با تشبث صاحبکار محل ایوبوف شوکت و دستگیری ساکنان محل 300 متر راههای داخل محل را کمپوش اسفالت پوش نموده ایستادند. از آن جمله یک چند سیمچپ‌های برقی را عوض نمودند که این تشبث را دستگیری نموده ساکنان محل نیز شریک شده همه‌شان حصه خود را گذاشته ایستادند. مورد تذکر است که تعمیر اساسی جاری راههای نقلیاتگر در حدود اکثر جماعت‌های دیهات شهر استاراوشان نیز با مرام ادامه دارد. با سهم صاحبکار علیشیر مزلویف 2.5 کیلومتر راه کلان دهه باقی کلان جماعت دیهات گلیسرخ، صاحبکار بهرام یوسفوف 600 متر راه نقلیاتگرد دهه جوکنده جماعت دیهات جوکنده، خیراندیشی ساکنان بنانگ و ناموس 1 کیلومتر راه بین دهه‌های سوفوری و جرخوران جماعت دیهات زرحلال منفش گردانیده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استاراوشان 200 تن اسفالت جهت منفش کنی راههای بین دهه‌های جماعت دیهات صبرستان آماده کرده شده است. مضبوطی بابازاده برای برنامه اخبار از شهر استاراوشان.